سلام به ماهتون. سلام. این لایو تو دو تا اسکرین ضبط میشه. یه اسکرین که ضبط نمیشه در واقع لایو اینستاگرام و یه اسکرین که شما هستید. ما قراره توی این لایو بریم و با هم درباره موضوع مهمی صحبت کنیم. موضوعی که جالبه. بذار یه پل بزنیم به گذشته و از گذشته حرف بزنیم، از اتفاقایی که گذشته افتاد برسیم به اتفاق امروز. تقریبا 6 ماه پیش 7 ماه پیش من یه جایی بودم، همینجا، مثل همینجا توی شرق آسیا بود. یه جزیره‌ای بود، یه آتش‌فشان وسطش بود و من با هم رفتیم تو دریا. من شنا کردم، بهتون گفتم آقای ترامپ رئیس جمهور میشه و رئیس جمهور شدنش هم به واسطه یه فردی که بعداً بهتون میگم چرا رئیس جمهور میشه و بعدش یه سری اتفاقات میفته که این سال میشه سال رکب. بعد که رئیس جمهور شد گفتید اون آدم کی بوده؟ گفتم آقای ایلان ماسک. امروز ویدیوی ما درباره آقای ایلان ماسک و من این آدمو میشناسم به واسطه که این آدم باعث شد رئیس جمهور آمریکا تغییر کنه، به واسطه اینکه یکی از افرادیه که تو کلاس بند پ که فنون ساختن روابط استراتژیک و رشد درست در هرم قدرت رو دارم توضیح میدم و این شخصیت‌های مهم رو توی این مجموعه لایف ها که اسمش از معماران جهان امروز بررسی کردم. وقتی یه فرد، یه آدم مثل من، مثل شما یه کاری رو میتونه انجام بده، ما هم میتونیم اون کار رو انجام بدیم. و وقتی یه آدم میتونست ماشین درست کنه، ما هم میتونیم ماشین درست بکنیم. وقتی یه آدم میتونست یه ایده‌ای رو به سر انجام برسونه، ما هم میتونیم انجام بدیم. توی بند پ ما دقیقاً سر این صحبت بکنیم که همه آدم‌ها پتانسیل رشد کردن دارن. مشکلشون زبان انگلیسی نیست، مشکلشون مدرک نیست، مشکلشون قیافه‌شون نیست، مشکلشون چهرهشون نیست، مشکلشون گرایش جنسیشون نیست، رنگ پوستشون نیست، مذهبشون نیست، مشکلشون نداشتن بند پ. و من رفتم دونه دونه آدمایی که بند پ قدرتمندی رو داشتن پیدا کردم و این آدم‌ها رو که بند پ قدرتمندی داشتن پیدا کردم آوردم کلاس بند پ که شد کلاس بند پ که از زمان انتخابات آمریکا بهتون گفته بودم این کلاس رو برگزار میکنم. تا الان 9 نفر ثبت نام کردن. چند وقت ثبت نامش شروع شده؟ از تو آلماتی شروع شد. خیلی سلکت شده انتخاب میکنم. میخوام بهتون بک‌گراند بگم چجوری درباره این آدما مطالعه کردم. من متوجه شدم ایلان ماسک داره معماری دنیا رو عوض میکنه و آقای ماسک میخواد انتخابات آمریکا رو مهندسی کنه. کاری که بود که کرد و بعداً هم صداش در اومد و دیگه بریم سراغ این لایف. همه این مدتی که کار کردم تو کشورهای مختلف به عنوان یه مشاور استراتژیک یه چیز همیشه برام جذاب بود. ببینم کجا یه آدم و نه فقط یه شرکت یه جریان راه میندازه. یه آدم یه جریان راه میندازه. الان که از بیرون دارم به آمریکا نگاه میکنم، نه شما هم اگر نگاه کنی نمیتونی آقای ایلان ماسک رو به عنوان صرفا یه کارآفرین ببینیم. ایشون شده نقطه انحراف از مدل سنتی اقتصاد آمریکا. مدل انحراف از اقتصاد سنتی آمریکا و تعمیمش میدن به سراسر دنیا. بعضیا میگن ماسک سرمایه گذاره، بعضیا میگن مخترع، بعضیا حتی میگن ایشون فقط یه شومنه. ولی از زاویه نگاه من، از زاویه نگاه کسی که گفت ایلان ماسک میاد پشت ترامپ قرار میگیره، ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشه و شما دیدید و این آدم رو برام مهندسی کردم، مهندسی معکوس کردم تو کلاس بند پ، یاد شاگردان میدم چطور به سبک ایلان ماسک رابطه درست بکنن، پارتی درست بکنن، از پولشون قدرت درست کنن. آقای ایلان ماسک کسیه که داره ساختار قدرت صنعتی آمریکا رو از مسیر خودش عبور میده. این خیلی موضوع مهمه. تو بند پ درباره این صحبت میکنیم. ایشون نه با رأی این کار رو انجام داده، نه با قانون، بلکه با پروژه های واقعا سیر ساختیم، از انرژی تا فضا، از هوش مصنوعی تا حمل و نقل، همش با پول خصوصی ولی با تأثیر جهانی، با پول خصوصی و تحلیل جهانی. آمریکا داره از یه فضای غیر متمرکز میره به سمتی که الگوهای بزرگ دارن دوباره متمرکز میشن، اما این بار نه با دولت، با افراد. وقتی به مدل ماسک نگاه میکنی میبینی اون کاری کرده که خیلی از کسب و کارهای امروز، خیلی از ما هنوز جرأتشو نکردیم، حتی جرأت نکردیم بهش فکر کنیم. تو بعد شخصی اونم حتی نتونستیم بهش فکر کنیم. دور زدن ساختارهای کند و ساختن مسیر خودش.
بچه‌ها یه چیزی من بهتون بگم، من نه جامو عوض میکنم نه برام مهمه که شما به نظرتون صدای جیجیرکس زیاده یا نه. من هیچ کدوم از اینا واسم مهم نیست. شما اگر طلب علم میخواید کنید، میخواید یه چیزی یاد بگیرید، میتونید تو این لایف حضور داشته باشید. نمیتونید حضور داشته باشید، برید. صدا ضعیفه، برید. مشکل دارید، برید. طلب علم میخواید بکنید، گوش کنید. اگر به نظرتون ارزش نداره، برید. من که پول نمیگیرم. تازه پولم میگیرم، کلاسم همین جوریه. شما فکر نکنید من کلاس برگزار میکنم همینجوری بغل خیابون کلاس برگزار میکنم. من مدلم همینجوریه. اون الگویی که تو ذهنتون هست بریزید دور، که شما باید توی محیط استاندارد یه کار استاندارد انجام بدید که با اون محیط استاندارد به نتیجه استاندارد برسید. میشید مثل اون احمقایی که میرن دانشگاه که یه مدرکی بگیرن که بعداً باهاشون 1 کیلو ماست هم سر کوچه بهشون نمیدن. علم واقعی، دانش واقعی در جریانه. همه کلاس‌های من، کلاسی که 2 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومانه، این خیلی موضوع مهمیه. خیلی موضوع مهمیه. کنار خیابون برگزار میشه. میدونستید؟ طرف 5 میلیارد تومان پول کلاس املا که منو میده، میاد تو خیابون کلاس برگزار میشه. 5 میلیارد تومان. کل پول مدرک دانشگاهی شما 1 میلیارد تومان هم نبوده. 5 میلیارد تومان میده، میاد کنار خیابون. من کنار خیابون کلاس برگزار میکنم. من هیچ وقتی تو الگویی که بهم میگن کار انجام نمیدم، چون الگوی من همینه. من همینجوری یاد گرفتم. یه روز ممکنه پیراندنم کنم، یه روز ممکنه توی پیست اسکی باشم، یه روز ممکنه روی قایق باشم و همه این کارا. متوجه شدید؟ پس اینو از سرتون بندازید بیرون. من اینو از ایلان ماسک یاد گرفتم. اینو از استیو جابز یاد گرفتم. اینو از پوتین یاد گرفتم و دارم شما یاد میدم. خب من بارها با آدمای مواجه شدم که کسب و کارایی دیدم که میگن شرایط بده، بازار خوب نیست، تقصیر اونه، تقصیر اینه. داستان جالبه. تقصیر اونه، تقصیر اینه. و این داستان جالبیه. ما اگر منتظر باشیم شرایط ایدئال شه، آیا میتونیم شروع کنیم؟ آیا میتونیم اون کارمون رو انجام بدیم؟ منتظر مجوز شیم، منتظر شرایط ایدئال شیم؟ وقتی که هنوز درگیر باشیم. ایلان ماسک وقتی ایالت‌ها هنوز درگیر تنظیم مقررات بودن، اون داشت بدون مجوز خط تولید تسلا رو تو مکزیک و آلمان توسعه میداد. این جالبه. وقتی ایالت‌ها درگیر مجوز بودن، این اصلا منتظر مجوز نشد، رفت خط تولید تسلا رو تو مکزیک و آلمان توسعه داد. ماسک کار جالبی کرد، کاری که خیلی‌ها میترسن انجام بدن: دور زدن ساختارهای کند و ساختن مسیر خودش. این چیزی که همین الان توی این لایو متوجه شدید. صدای جیجیرک میاد که میاد، صدای باد میاد که میاد، صدای ترافیک میاد یا میاد، مهم نیستش. این فقط درباره آمریکا نیست. من دیدم که تو همین منطق تو خیلی از کشورها، تو خیلی از ارتباطات دیگه هم آدمایی که رفتن جواب گرفتن کارو انجام بده تحت هر شرایطی. توی میلیونر شو، سال اولی که من میلیونر شو رو آوردم، یه نکته جالب بهتون میگم. سال 92 بود. اومدم ایده آنلاین شاپ رو دادم توش که بچه‌ها آنلاین شاپ راه بندازن. خیلی‌ها میگفتن مجوز قانونی میخواد، خیلی‌ها میگفتن کسی نمیتونه از اینستاگرام در بیاره. اگر کسی اون سال می اومد و چه لحظه وایسید، من یه سری از این آدم‌ها رو که فعل مثبت استفاده میکنن بلاک بکنم. بلاکشون کردم. اگر کسی اون سال می اومد و توی مرسی درست بگم قهوه یه قهوه بهم بده. اگر کسی اون موقع سال 92 می اومد و پیج اینستاگرام را مینداخت، خود شما را مینداختی، الان وضع زندگی چی بود؟ این چیزی که من از ایلان ماسک یاد گرفتم. بعد زندگی چی بود؟ الان تو هر بیزینسی که باشی، چه واردات، چه خدمات، چه فروش آنلاین، اگه هنوز با منطقه امنت بده جلو، با منطق این که اجازه بدن شرایط خوب بشه بعدا ما شروع کنیم، داری از دور بازی رو نگاه میکنیم. الان زمان ساختن قانونه، نه دنبال کردن قانون قبلی. و فرق کسی که کسب و کار داره میسازه و کسی که فقط دووم میاره دقیقاً همینجاست. من بارها با کسب و کارهای مواجه شدم که میگن شرایط بد شده، بازار خوب نیست، تقصیر اونه، تقصیر اینه. ولی واقعیت اینه که شرایط هیچ وقت کامل نیست. اونی که با زاویه درست نگاه میکنه میسازه. و اگه یه زاویه درست نداری، یعنی فقط دنبال مجوز هستی،
که شاید اون مجوز هیچ وقت نیاد، شاید هیچ وقت ترقی نکنیم. سال 92 وقتی اولین آنلاین شاپ ها اومدن، آیا ما مجوز کسب و کار آنلاین داشتیم؟ خیر. وقتی من ایده کراتینه مو رو آوردم، آیا مجوز کراتینه مو داشتیم؟ خیر. وقتی من ایده دستگاه لیزر بدن رو آوردم ایران، آیا ما مجوز دستگاه لیزر بدن داشتیم؟ خیر. اینا هیچ کدومشون زمان خودش حتی قانونگذار به فکرش نبوده. این جالبه. وقتی شما سوار یه موج نو میشی، سوار یه ترند نو میشی، جامعه هنوز رو ندیده. همین الان ایده های کاسب شو، این ایده ها اصلا هیچ کدومشون هنوز اکثرشون غالبشون هنوز براش قانونی خلق نشده. هنوز اصلا کسی نمیدونه این ایده چیه. اینو من از ماسک یاد گرفتم. خب شما بعد وقتی که وارد یه هیته میشی، ببینی اون هیته چه نتیجه‌ای بهت میده. خب و همیشه موج‌ها وجود داره. من تو کاسب شو اینو دیدم، ما 12 ساله هر سال موج رو پیدا میکنیم. موج همیشه وجود داره. من وقتی مدیر رفتاری ایلان ماسک رو نگاه میکنم، یه چیز برام واضحه. ایشون دنبال این نیست که ببینه بازی چطوره، دنبال اینه که بازی رو تغییر بده. دنبال این نیست که ببینه بازی چطوره، دنبال اینه که بازی رو تغییر بده. و تو صنعت خودرو وقتی بقیه خودروسازا داشتن دنبال مجوز و استانداردهای فدرال میگشتن، ما سیستم فروش مستقیم و چید از تو سایتش نمایندگی رو حذف کرد، خط تولید و فروش چسبون به هم، گفت من مسیر رو خودم طراحی میکنم. تو انرژی وقتی همه منتظر به سیاستگذاری سبز بودن، اون خودش پنل ساخت، باتری ساخت، شبکه تولید ساخت و همه اینا رو با هم شبکه کرد و عملا ساختار موازی با سیستم انرژی آمریکا به وجود آورد. خیلی جالبه. حالا سوال من از شما اینه، تو کسب و کار خودت هنوز دنبال ساختن ساختار از روی سیستم های قبلی میگردی؟ برم یه مجوز بگیرم، مجوز فلان بشه، بهمان بشه، بیمه کنم، یا میری دنبال کاری که اصلا مجوز نداره، ساختار نداره، اصلا کسی آینده رو نمیبینه، مسیر خودت رو اصطلاحاً میسازی؟ من با تیمای کار کردم که کل سیستمشون وابسته به پلتفرم‌ها یا قوانین دولتیه. پلتفرم‌ها یا قوانین دولتیه. همشون تو وضعیت انتظار زندگی میکنن. ولی اون تیمایی که میفهمن چطور ساختار رو به نفع خودشون خم کنن، همیشه زندن. نه فقط زندن، بلکه جلوترن. واقعیت تلخه ولی واضح. بازار به کی پاداش میده؟ بازار به کسی که قانون مداره پاداش نمیده. وقتی من ایده کلینیک‌های زیبایی بوتاکس آوردم توی ایران، تزریق زیبایی آوردم توی ایران، اصلا ما قانونی در این زمینه نداشتیم. باورتون میشه؟ اصلا قانونی تو این زمینه وجود نداشت. و خیلی از کسایی که اومدن تو کاسب شو شرکت کردن، پزشک بودن، و از ایده استفاده نکردن. آقا حمید اتفاقا خیلی کار خوبی میکنی، جای من حمید جان داره ادامه میده و دوستانی که تو لایو موضوع بی خودی دارن میگن داره خیلی قشنگ توضیح میده. حمید جان به روش خود ادامه بده، خیلی قشنگ داری توضیح میدی، ازت ممنونم و کمک میکنی جلسه نظمش تعریف شه. خب چرا خیلی از دکترها نتونستن از درآمد میلیاردی که تونست یه دکتر عمومی از یه جراح قلب ثروتمندانه استفاده کنن؟ چون اون دکتر نفهمید که بازار به کسی که قانون مداره پاداش نمیده. به کسی پاداش میده که بازی رو بفهمه و هوشمندانه باز طراحیش کنه. خب من اینو همین الان بهت نشون دادم، نه تو حرف، توی منطق، تو زاویه دید. و شما الان تمام بچه‌هایی که تو این سالا بودن دیدی، از پزشک زیبایی که کار بوتاکس میکرد تا کراتینه مو تا کارگاه تولید زغال. یکی از نقاط طلایی مسیر ایلان ماسک اینه که خودش رو محدود به یه صنعت نکرد و من اینو دقیقاً بردم تو کاسب شو. از ایلان ماسک یاد گرفتم، بردمش تو کاسب شو. نبودن توی یه صنعت یعنی چی؟ این خیلی جالبه. بچه‌های کاسب شو هیچ کدومشون مربوط به یه صنعت نیستن و این جالبه. وقتی شما مربوط به یه صنعت باشی، مثل یه هواپیمای تک موتوره میمونی. اینو من از ایلان ماسک یاد گرفتم. فهمیدم اگر شاگرد من میخواد موفق باشه، مثل خودم باید چند شغله باشه، 20 تا شغل داشته باشه، 30 تا شغل داشته باشه، میدانهای نبرد متفاوتی داشته باشه. تو کاسب شو شما ممکنه دکتر باشی، ولی در کنار دکتر بودنت ممکنه آهن فروش باشی، ممکنه بیمارستان داشته باشی، 5 تا 10 تا شغل دیگه داری، ممکنه کفش فروش باشی، ممکنه وارد کننده لوازم خونگی باشی.
این از ایلان ماسک یاد گرفتم. ایشون از خودرو شروع کرد، مثلا دکتری که از پزشکی شروع میکنه، بعد رفت سراغ انرژی، بعد رفت سالن درست کرد، دنبال درست کردن یه سالن لیزر، بعد رفت سراغ فضا، بعد دکتر قصه ما تو فصل بعدی شاغلش رفت کراتینه موزه و حالا داره وارد لایه‌های عمیق‌تر میشه، مثل دفاع ملی، هوش مصنوعی و ارتباطات استراتژیک. همون دکتر الان اومده تو کلاس کاسب داره شرکت میکنه که ارتباط استراتژیک رو درست کنه. میدانهای بازی باید متعدد باشن. اینو من ایلان ماسک یاد گرفتم خیلی سال پیش و آوردمش تو کاسب شو اجرا کردم. دقیقاً کاسب شو از ایلان ماسک اومد. و خیلی از بنیانگذارای استارتاپ ها رو دیدم که میگن تمرکز داشته باش، توی یه حوزه بمون و این کاملا غلطه. ماسک به من نشون داد و من برای شاگردام اجرا کردم و برای خودم اجرا کردم که تمرکز به معنای حبس نیست. ماسک جایی رفت که تقاضا بود ولی ساختاری نبود. جایی رفت که تقاضا بود ولی ساختاری نبود. مثل کی؟ مثل اون موقعی که ما اومدیم و رفتیم ایده کسب و کارهای آنلاین رو انداختیم. تقاضا بود، گوشی تو جیب همه بود ولی ساختار نبود. این خیلی موضوع مهمیه. به جای اینکه از سرمایه گذار اجازه بگیره، رفت مسیر سرمایه گذاری رو خودش باز کرد. به جای اینکه تو چارچوب بیزینس پلن بمونه، رفت اون بیزینس پلن رو با پروژه های مثل استارلینک، اسپیس ایکس و XAI دوباره تعریف مجدد کرد. خیلی جالبه بچه‌ها. ما با مکانیزم یاد میگیریم به نام مکانیزم سلول های آینه. مکانیزم سلول های آینه میگه اگر تو یه نفر رو درست یاد بگیری، از اون یه نفر بتونی آموزش ببینی، وقت بذاری. من درباره آقای ایلان ماسک ساعت‌ها مشاوره گرفتم. من تونستم یه دکتر رو تبدیل کنم به یه کارآفرین زنجیره‌ای تو 5 تا کشور دنیا. یه دکتر عمومی رو به یه کارآفرین عمومی زنجیره‌ای تو 5 تا کشور تبدیل کنم. چطور؟ با مکانیزم سلول‌های آینه‌ای. ایلان ماسک رو رفتم آوردم تو ذهن خودم و متوجه شدم تمرکز بزرگترین مشکل برای تولید ثروت. و اولین کاری که تو حلقه کاسب شو انجام میدم، تمرکز زدایی و قداست زدایی از یه ایده. تو مفروشی، تو کاسبی، تو دکتری، تو پروفسوری، چرا همیشه باید واسه یه شغل تو یه شغل بمونی و تو یه شغل بمیری و همیشه خود محدود به اون شغل باشی؟ اینو ماسک به من یاد داد. کسی که فضا، انرژی، اینترنت و امنیت رو با هم شبکه کرد، فهمید دنیا چطور کار میکنه. و تو هم اگه میخوای جا نمونی باید یاد بگیری دنیای خودت رو چطوری به هم دیگه متصل بکنی با ایده های درست. یکی از درسایی که از مسیر ایلان ماسک باید یاد گرفت و یاد گرفتم الان به شما توضیح میدم، اینه که ایشون هیچ وقت منتظر رضایت سرمایه گذار یا تایید بازار نبود. نه اینکه به سرمایه اهمیت نده، فهمید که واقعا مدلش درست باشه سرمایه میاد دنبالش. فکرشو بکن که شما 10 سال پیش 12 سال پیش می اومدی و 12 سال پیش اولین سالن ناخن شهرتو میزدی. آیا سرمایه گذار جذب نمی کردی؟ یه سوال خیلی ساده است، یه ایده خیلی ساده. اولین کراتینه شهر خودتو میزدی، آیا سرمایه گذار جذب میکرد؟ اولین مرکز تولید زغال از خاکره رو میزدی، سرمایه گذار جذب نمیکردی. اولین مرکز کیک دکوراتیو ایران تو شهرت میزدی، سرمایه گذار جذب نمیکردی؟ یه سوال خیلی ساده. ایده که خوب باشه سرمایه گذار جذب میشه. شما تو همین لایو نگاه کنید، همه دارن درخواست کد تخفیف میکنن چون ایده خوبه، چون مسیر روشنیه. وقتی این مسیر روشن باشه، ایده خوبی باشه، سرمایه گذار جذب میشه. و تو کاسب شو ما اینو دیدیم. تو کاسب شو بچهای کاسب شو دقیقاً فک و فامیل دوست داشتن التماسشون میکنن که بیان باشون کار بکنن، بیان باشون مشارکت کنن. ایده درست پول میاد دنبالش. اون موقعی که همه دنبال سود 3 ماهه بودن، اون داشت برای ماموریت مریخ سرمایه گذاری میکرد و سرمایه گذار جذب میکرد. بیا خانم بدم اینجا بهم بده. اون داشت ماهواره‌شو میفرستاد مدار زمین. و از همه جالب‌تر، بذارید یه چیز جالب بهتون بگم. وقتی همه سال 96 دنبال پول گذاشتن بانک آینده بودن، شاگرد من تو کلاس کاسب شو دنبال پرورش عروس هلندی و توتیای زینتی بود. همه داشتن پولشون رو می‌ذاشتن بانک آینده بهره‌گیری. شاگرد من تو دسپول زمین خریده بود، تو گیلان زمین خریده بود، داشت تفکیک می‌کرد. چرا؟
خیلی موضوع جالبی. وقتی دنبال سود 3 ماهه بودم، دنبال سرمایه گذاری تو مریخ بود، دنبال سرمایه گذاری واسه کاسب شو از کد 2020 استفاده کنید. من به خیلی از کسایی که دنبال راه اندازی توسعه کسب و کارم بچه‌ها یه حرف دارم. اگه هنوز دنبال تایید بیرونی هستی، بازی رو از اول اشتباه چیدی. این از آدمی داری میشنوی که 20 سال اینجا هست و داری میبینیش و ایده‌هاش هم دیدی و مدل سازی منو دیدی که برای مدل ملکی دارم کار سیاسی انجام میدم و درست انجام میدم. من با تیمای زیادی کار کردم از سراسر گیتی و شما دیدی که تا مشتری نگه آفرین دست از فکر کردن برمیدارن، ولی همون موقع کسایی هستن که دارن چیزی میسازن که وقتی تموم شد تازه مشتری میفهمه که همیشه دنبالش بوده. وقتی تموم شد تازه مشتری میفهمه که همیشه دنبالش بوده. ماسک اینو میفهمه، اون میدونه مشتری همه چیز رو نمیدونه و سرمایه گذار همیشه آماده نیست. ماسک اینو میدونه که مشتری همه چیز رو نمیدونه و سرمایه گذار همیشه آماده ممکنه نباشه. ولی اگر فهم درست و کاملی از مدل، بازار و نقطه اتصال ساختار داشته باشی، نیاز به تایید قبل از اقدام نداری. این کاریه که ما توی ایده کاسب شو میکنیم. مدل ما یه ایده رو پیدا میکنه، بازار رو پیدا میکنه و نحوه فروش رو میگه. تو نیاز به تایید قبل از اقدام نداری. خیلی از ما ایده خوبی داریم، چون نیاز به تایید قبل از اقدام داری نمیتونیم ایدهمون رو شروع کنیم، چون مدل نداریم. مدلمون نمیتونه تایید کنه که این ایده خوبه یا نه. و دیدیم این همه آدم میرن وارد یه شغلی میشن، یه کسب و کاری میزنن، هم از شغل اولشون میفتن، شغل اولشون هستن، هم سرمایه‌شون تو شغل دوم. شما اینو من از ایلان ماسک یاد گرفتم و به شما هم دارم میگم، تو کاسب شو اجرا کنین. بچهای کاسب شو میسازن، بعد خود شهرشون، منطقهشون بهشون توجه میکنه. مثالش کار ناخون بود، سالن ناخون بود. اول رفتن کار ناخون رو شروع کردن، بعد خود شهر رفت دنبالشون. این دقیقاً همون زاویه کسب و کارهای بزرگ و کوچیک خلاق باهاش حرکت میکنن. نه با محتاط بودن، با چی؟ با پیشران بودن. نه با محتاط بودن، با چی؟ با پیشران بودن. یکی از مهمترین اتفاقاتی که با پدیده مثل ایلان ماسک تو آمریکا و دنیا افتاد این بود که مرز بین دولت و بخش خصوصی داره محو میشه. به این معنی لزوما نیست که دولت داره ضعیف میشه، به این معناست که بازیگرای مثل ماسک دارن تو حوزه‌های وارد میشن که قبلا فقط مخصوص دولت بود، مثلا گرفتن مریخ، مثلا اینترنت در سطح جهانی و این چیزایی که داره انجام میده. فضا قبلا فقط واسه ناسا بود. امنیت داده و ارتباطات جهانی قبلا فقط زیر نظر پنتاگون بود. حالا اسپیس پیکس و استارلینک دارن زیرساختایی میسازن که هم اقتصاد روش بنا میشه، هم امنیت ملی. این اتفاق اسمش یه چیز ساده است، حاکمیت عمل کردی. خب حاکمیت عمل کردی یعنی چی؟ حاکمیت عمل کردی یعنی کسی که واقعا خدمات میده تصمیم ساز هم میشه، حتی اگه دولت پاکار نباشه. ولی سوال اینجا برای شما پیش میاد که کسب و کار داری یا میخوای کسب و کارت راه بندازی. تو داری چی میسازی که اصلاً به درد ساختار آینده بخوره، یا فقط داری یه گوشه یه کاری انجام میدی که جایگزین زیاده و اثرگذار نیست. جایگزین زیاده و اثرگذار نیستش. این جالبه. بچه شیدا که اینا رو می‌نویسه بقیه رو شیدا کپی می‌کنن و شیدا خیلی کار جالبی می‌کنه، چون خیلی هستن می‌نویسن از شیدا کپی می‌کنن و همیشه من تشکر می‌کنم به خاطر کاری که شیدا می‌کنه. شیدا نطق‌ها رو برمی‌داره می‌نویسه پا تخته. ماسک داره کاری میکنه که ساختار دولت آمریکا نمیتونه نادیدش بگیره، نه به خاطر محبوبیتش بلکه به خاطر نقشش در عملکرد واقعی. و اگه تو هم بتونی تو بازار، تو صنعت، تو اکوسیستم اطرافت یه نقش کلیدی ایفا کنی، اون موقع است که قدرت واقعی شروع میشه. تو کاسب شو چجوری ایده کاسب شو اینقدر موفق شد؟ همین کارو ما انجام دادیم. تو بازار، تو صنعت، تو اکوسیستم اطرافت یه نقش کلیدی ایفا کنی، اون موقع است که قدرت واقعی برای تولید ثروت میکنه. میخوام الگو رو متوجه شد ایلان ماسک به ما چی یاد میده؟ بهش ما میگیم معمار آینده. این معمار آینده به من ایده کاسب شو رو داد. آدمی که سرمایه گذاریش رو نمیره دلار طلا بخوره، آدمی که سرمایه گذاریش رو خودش سرمایه گذاری میکنه، آدمی که سرمایه گذاریش میره رو ایده های های ریسک، آدمی که ایده های های ریسک رو انتخاب میکنه که امنیت داشته باشه. و وقت ما با همین الگو تونستیم یک
یه کارمند محلی رو تبدیلش بکنیم به یه فرانچایز زنجیره‌ای. علی جان شما متوجه حرف من نمیشید دیگه ایراد من نیست دورت بگردم. این مشکل سیستم آموزشیه. چون الان من اینجا خانم خونه‌دار بچه 15 ساله دارم که حرف متوجه میشه. الان من میخوای بچه 16 ساله بیام واسه بیارم اینجا کاملا متوجه میشه؟ مشکل بعد مطالعه کنی، کتاب بخون، کتاب مطالعه کن، از محتوای غیر معقول خارج شو، محتوای خوب ببین، متوجه میشه. من الان بچه‌های شاگردام 12 سال، 13 سال، 14 سالشون کاملا متوجه میشه. اگر متوجه نمیشید مشکل دایره اطرافیانتونه، مشکل اون دایره لغاتتونه. کتاب خوندن خیلی کمکتون میکنه. الان بچه‌های شاگردای من این لایو کاملا متوجه میشه. هستن تو لایو میان سلام علیکم میکنن. یعنی باباشون 15 سال پیش اومده تو میلیونر شو شرکت کرده، الان بچه 12 ساله متوجه میشه. خیلی بده، کتاب بخونید. خب ماسک اینو فهمیده، برای همین فقط یه خودرو نمیسازه، باتری هم خودش میسازه. حتی بعضی از چیپ ها رو، حتی نرم افزاره کنترل رو یه اکوسیستم طراحی میکنه. این جالبه، طراحی یه اکوسیستم. اگه بتونی یه اکوسیستم درست کنی، یه نقش کلیدی ایفا کنی، اون موقع است که شروع میکنی ثروت سازی. خب یکی از جالب ترین کارهایی که کرد و کسی به عمقش توجه نکرده اینه که ساخت در آمریکا رو دوباره واقعی سازی کرد. برای سالها آمریکا فقط مصرف کننده بود، طراحی اینجا، تولید توی چین، ایده اینجا، خط مونتاژ اونجا. ولی تسلا، اسپیس ایکس، نورالینک، حتی استارلینک دارن تو خاک آمریکا ساخته میشن، با مهندس آمریکایی، با کارگر آمریکایی، با زیرساخت آمریکایی. این فقط یه حرکت صنعتی نیست، یه پیام اقتصادی امنیتیه. ما باید دوباره بلند شیم و بلد شیم که بسازیم. و ساختن یعنی کنترل. من تو ایران با شرکت‌های زیادی کار کردم، تو ترکیه هم با شرکت‌های زیادی کار کردم که میگن ما میخوایم از وابستگی به بازار خارجی خلاص شیم. با خیلی از تولید کننده تو مشاورام هر روز دارم صحبت میکنم. اولین سوالم یکی از دوستای من است که بزرگترین تولید کننده یخچال تو ایرانه. چند روز پیش همینجا با هم جلسه داشتیم، همینجا نشسته بود. سوالم ازش این بود: چقدر از کالات رو خودت میسازی؟ یخچال تو ایران درست میکنه. عملا هیچی از این کالا رو خودش درست نمیکرد، فقط مونتاژ میکرد. همه مردم ایران فکر کنن یخچال، این تلویزیون، این ماشین رخشویی داره خودش درست میکنه، همش مونتاژ بود. ایلان ماسک نه فقط محصولو بلکه دانششو، تیمشو، کنترل چرخه رو کامل خودش خلق کرده. ماسک اینو فهمیده، برای همین فقط یه خودرو نمیسازه، تمام اجزاش و اکوسیستمشو میسازه. این یعنی وقتی بقیه دنبال مقیاس مونتاژ سریع بودن، اون دنبال مالکیت عمیق بود. من اینو به همه تولید کنندگان ایران میگم، کسب و کار شما تو هر اندازه‌ای که باشه، اگه چیزی میخوای که موندگار باشه، باید کنترل رو توش برگردونی به خودت، وگرنه میشه یکی از هزارهایی که مونتاژ میکنن، نه اونایی که جریان درست میکنن. واسه چی ما تولید کننده جریان ساز تو ایران الان خیلی کم داریم؟ چون مونتاژ کننده شدن. ما چرا ارج نداریم؟ چرا ایران خودروی قبل از انقلاب رو نداریم؟ چون ما اومدیم و مونتاژ کار شدیم، روش کنترل نداریم. این واسه شما هم میتونه خیلی در فرآیند خوبی باشه. باید کنترل عمیق رو شرکتت داشته باشیم. بچهای کاسب شو، من یکی از چیزایی که یادشون میدم کنترل عمیق رو کسب و کارش. کد دادم 20 واسه کاسب شو. قیمت کاسب شو $7,000. واسه کاسب شو بعد $50,000 برای پایین‌ترین گریدش سرمایه داشته باشیم. خب وقتی که به این راه نگاه میکنی تو پروسه آقای ایلان ماسک، متوجه میشی با یه آدم طرف حساب نیستی، با یه طرز فکر طرفی. طرز فکری که میگه اگه چیزی نیست بسازش،
اگه ساختار کار نمیکنه دورش بزن. اگه بازار آمادگی نداره شکلش بده. اگه منابع نیست خلقش کن. و این برای من به عنوان کسی که با شرکت‌های واقعی کار میکنه پیام داره. برای من مشاور نیست، برای تویی که داری فکر میکنی کسب و کارت کجا گیر کرده. خیلی دنبال الهام از ماسکن، ولی الهام کافی نیست. تو باید مدل ذهنی بسازی و یاد بگیری چطور از این آدم مدل فکری درست کنی. آفرین مهدی، مدل فکری درست بکنی. میدونی واسه چی انقدر وقت گذاشتم روی ماسک؟ چون ازش مدل فکری تولید بکنم. و چطوری باید اینو بدونی سرعت فقط مزیت نیست، سرعت شرط بقاست. چطور ما تو کاسب شو ایده درست بکنیم که 30 روز به درآمد میرسه؟ چون سرعت شرط بقاست. سرعت فقط مزیت نیست، یادداشت کن، شرط بقاست. ساختن فقط تولید نیست، تملکه. قدرت فقط پول نیست، نقشه است. و اینکه تا خودت رو جدی نگیری هیچ کسی دیگه هم نمیگیره. ماسک به ما نشون داد که یه آدم میتونه ساختار اقتصادی، علمی، نظامی، تکنولوژیک رو با هم دیگه گره بزنه. نه چون نخبه است، چون زاویه دیدش متفاوته. و اگه میخوای تو این بازی واقعا وارد شی، نه تماشاچی باشی، نه قربانی تغییر، باید همون زاویه دید رو برای خودت فعال کنی. نه فردا، از همین الان. چطور میتونی وارد کاسب شو شی؟ تو کاسب شو یاد میگیری همه این مسیر رو. چون ما رفتیم ماسک رو مطالعه کردیم، کشفش کردیم، بررسیش کردیم، تولید دوبارهش کردیم و خروجی داشتیم تو کاسب شو. مدل درآمدی چند منظوره. من این همه مسیر ایلان ماسک رو برای شما تعریف نکردم که فقط بگی چه آدم بزرگیه. من اینو گفتم که نشون بدم مدل ذهنی یه نفر میتونه ساختار درست کنه. وقتی بقیه ممکنه بگن اون آمریکاست، اون پول داشت، امکانات داشت، اما واقعیت اینه که همه از یه زاویه شروع میکنن. بچهای کاسب شو، اون سالن کراتینه، اون سالن ناخن، اون مرکز تولید زغال، اون سازنده سازهای LSF، اون تولید کننده مبلمان باقی، همه ایده‌های کاسب شو، اون بلاگر شهرتون که پولدار شد. خب همش از یه زاویه دید شروع شد که این زاویه دید یه چیز ثانویه که تو کاسب شو یاد میگیریم. و یه سوال شروع میشه، چه چیزی ممکنه، نه چه چیزی هست. چه چیزی ممکنه، نه چه چیزی هست. الان تو اینکه ویدیو رو تا الان دیدی، توی نقطه‌ای هستی که احساس می‌کنی گیر کردی. بازار گنگ، سرمایه نیست، فضا سنگینه. ولی اگه نگاهت رو عوض کنی، مثل بچهای کاسب شو، و بفهمید چطور کد دادم 20 و بفهمید چطور ساختارا رو باید دید، کش داد و بازنویسی کرد، اون وقت بازیگر بازار نمیشی. چی میشی؟ بازی ساز میشی. من این ور دارم باش صحبت میکنم، این لایو من نیست، لایو من این وره. عذر میخوام. بازی ساز میشی. و اگه نفهمی فقط میشی یکی دیگه از تماشاچی‌ها که با هر موج فقط جا عوض میکنه، نه نقش. تصمیم با تو. با هر موج کد دادم، کد 20 قیمت کلاس $7000. این کد با کدای تخفیف من به عشق شما تو لایو میدم. قیمتو خیلی میاره پایین، ولی دنبال یه چیز الکی نباش. وقت میگیره، زمان میگیره، انرژی میگیره. از 20 استفاده کن، برای یه نفر تخفیف داره. کاسب شو امروز. اون کد دیروز واسه چی بود؟ دیروز واسه بنده په بود، امروز واسه بنده په چیزی ندادم. خب منتظرتون دارم. آرشیو این لایوها تو یوتیوب، فرصت از دست ندید. واسه کاسب شو همین الان 20 رو دایرکت میتونید بکنید. بازی کن، بازی ساز فرق داره. تو کاسب شو یاد میگیری که بازی ساز باشی، یه ایده‌ای داشته باشی که همه بگن این ایده از کجا آمده، چطوری اومده و چطوری شروع کرده. وقتی یه نفری، بچه‌ها من یه چیزی رو بهتون صادقانه بگم،